من دوست فرهنگ تاجیکستان تقریبا 50 سال هستم. شما میبینید که بسیار پیر شدم، اما کوشش میکنم هم در آینده کوشش خواهم کرد هم در آینده برای شناختن فرهنگ تاجیکستان، هنر تاجیکستان، کارهای دیگر تهیه کنم. این حقیقت اعتراف مرد دانشمند اروپایی است که عمر خود را وقف ایران شناسی به ویژه زبان، ادبیات و فرهنگ تاجیکان کرد. ایرژی بیچکا، شرقشناس چیخ، شاگرد خاورشناس دیگری معروف چیخ یان ریپکا، دانشمندی که در ایران شناسی اروپا تغییر آورد و بخش‌های آن را از داخل به شکل جداگانه پژوهش و معرفی کرد. همین بیچکا آخرین عضو همین سلسله ادبیات شناسان جوان حق‌گاه با سروری یان ریپکا و دیگران. اینا اون گروه شرقشناسان اروپایی هستند که پیش از همه خلق تاجیک را تحقیق کردند. اکثر شرقشناسان اروپایی با تحقیق ایران به معنای حدود امروزه جمهوری ایران بیشتر مشغول بودند، گرچه اینکه تقسیمات نمی کردند رسما. اینها هم البته درباره ایران نوشتند، گفتند، ولی در مد نظرشون پیش از همه مسئله تاجیکستان، مسئله آسیای میانه بود. ایرژی بیچکا 16 اکتبر سال 1915 در شهر پراگ در خانواده بانکداری معروف به دنیا آمده است. پدرش چون دیگر ثروتمندان اروپایی میخواست پسرش حقوق بخواند و منافع تجارتی او را حمایت کند. بیچکا حقوق شناس شد، رشته حقوقی دانشگاه کرل را ختم کرد، ولی به شرق شناسی برتری داد. به فاکولته فلسفه رفت و همراه با اکادمیک یان ریپکا یکی از پایه های ایران شناسی اروپا شد. اولین تاجیکی که استاد بیچکا خورد این بابا جان غفورov بود. قبل از آن در سن 20 سالگی بیچکا به ترکیه سفر میکند و با آموزش فرهنگ ترک شروع میکند، عیناً به مانند ارمنی وامبری که از مجارستان این کار را کرده بود. و اما بعداً دایره پژوهشات او بیشتر می شود، وسیع‌تر می شود، با فرهنگ و ادبیات فارس و تاجیک آشنا می گردد. اما در سال 58 وقتی که بابا جان غفورov به پراگ می آیند و مقامات شیخ بیچکا را به فرودگاه میبرند برای پیشوازگیری و بیچکا با لحن خوب تاجیکی فارسی غفورov را پیشواز میگیرد و وقتی صحبت میکنند غفورov میپرسد که شما با چی مشغول خواهید بود؟ میگویند که با آموزش تاریخ و فرهنگ ایران. و اما غفورov با بیچکا توصیه میدهد که ایران شناسان در جهان خیلی زیادند اما تاجیک شناسان نیستند و با همین صحبت غفورov بیچکا با آموزش فرهنگ، تاریخ و هنر تاجیکستان مشغول می شود. وقتی که من شاگرد استاد یان ریپکا هستم و این استاد بسیار معروف بود، بله، و همچون شاگرد این کس من با ادبیات تاجیکستان میخواستم آشنا شوم و از این سبب من در آن وقت با ادبیات تاجیکستان زمان دانشجویی با دعوت یک دوستش
که در سفارتخانه چخسلواکیه در تهران کار میکرد پیاده به ایران سفر میکند. این سفر پیوندی همیشگی ایرجی بیچکا را با ایران فرهنگی و هر پدیده متعلق به تمدن فارسی برای یک عمر رقم میزند. پس از این نخستین نوشته های بیچکا حالنامه و آثار زکریای رازی در سال 1943 و ترجمه داستان کوتاه صدرالدین عینی کفش های مولا تراب در سال 1951 به نشر میرسد. این آثاری بیزوال اوست. من چرا این کلمه را گفتم این صفتی بیزوال؟ چون که خیلی کم هستند محققانی که از خارج کشور البته که اولا بسیار واقع بینانه و بسیار موشکافانه و بسیار دقیق و گسترده در قرینه ادب و فرهنگی دنیا عالم ادبیات یک ملت رو بسنجند و کاوش بکنند و تحقیق بکنند و به یکون خلاصه بیان. ایرجی بیچکا همیگونه بود. بعدا یک چیز داشت، یک دوردانجو بود. انمی استفاده کنیم اگر همین کلمه رو به موقع است دوردانه می جست. یعنی بار اول او دید که همین نوادر الوقای احمد دانش چگونه یک اثری بنیادی است، فوندامنتالی است و این رو گرفت و به چخی و به انگلیسی ترجمه کرد و به دنیا همه آشنا کرد، معرفی کرد. موضوع رساله ختم بیچکا وقتی دوباره در رشته فلسفه دانشگاه میخواند راجع به مرگ صدخور عینی در سال 1954 بود. بیچکا در سال 1958 با دعوت حکومت تاجیکستان به دوشنبه آمد و یک ماه اینجا زندگی کرد. در برابر دیدار و صحبت با ادیبان و دانشمندان فرصت بیشترش را در گنجینه دستخط‌های کتابخانه فردوسی سپری می‌کند. ایرجی بیچکا از همون‌های بود که درباره اون دستاوردهای ادبیات ما در سال‌های 20 30 بعد بسیار گسترده، بسیار زیبا تحقیقات گذاران و فضیلت تحقیقات‌های ایرجی بیچکا این است که با واسطه تحقیقات‌های ایرجی بیچکا مملکت‌های اروپایی همون منطقه از دستاوردهای ادبیات ما آگاه شدند. مثلا ایرجی بیچکا که درباره استاد عینی، مرگ صدخور، یتیم، درباره نماینده‌های همون ادبیات همون زمان اثرها می‌نوشت و علاقه دائمی داشت به تاجیکستان. ایرجی بیچکا درباره هم استاد عینی، جلال کرامی، رحیمی، پیرو تا استاد لایق گویم همین هر چیزی که در چیز ما تازه پدیده‌ای که پیدا میشد درباره اونا نظرش می نوشت. هم درباره ادبیات کلاسیکی ما کارهای بسیار شایسته کردن اون کس. ببینید درباره مولانا جامی، جلال الدین بلخی این طرف گیریم، حتی موش و گربه عبید زاکانی اوی برگردان کرد، چاپ کرد و بسیار کارهای شایسته کرد. چون این دانشمند اروپایی در معرفی و ترغیب فرهنگ و ادب تاجیک دست بالای پیدا کرد، بارها و بارها به تاجیکستان آمد. روابط تنگاتنگ با دانشمندان چون عبدالغنی میرزایف، خالق میرزازاده، محمد جان شکوری، علاخان افزازاد و دیگران داشت. روزنامه‌نگار سیاف مزراب شاهدی یکی از آخرین دیدارهای ایرجی بیچکا با دوست دیرینش ادبیات شناس معروف تاجیک مرحوم صاحب تبرف بوده است. و من یک واخوری بسیار عجیبی گویا دو همکورس، دو شریک درس، دو دانشمندی که یک کار را انجام میدهند، انا همین گونه دیدار اونها را من دیدم. صاحب شوراتیوچ تبرف حتی با سیاست داد زده سر ایرج بیچکا میگفت فلان کتاب را خواندی؟ بیسمدان اثر من را خواندی؟ یا فلان آدم فلان چیز نوشته است در ادبیات معاصر سویتی اون وقت ها لاتویا و لیتوا و تو بلاروس همه را استاد میخوندن. برای صاحب تبرف و برای ایرج بیچکا یگان مرزی زبانی و یگان مرزی
وطنی و یگان مرز خودی و خارجی و بیگانگی نبود. آنها اطراف ادبیات معاصر تاجیک همچون دو تاجیک صحبت میکردن. سر و کار گرفتن به تحقیق زبان و ادب و فرهنگ تاجیکان این خاورشناسی معروف را به یکی از دلدادگان تمدن مردمان ایرانی از جمله تاجیکان تبدیل داد. باید گفت که ایرژبیچکا انسان کامل بودن. با کیفیت تام یکی از آن منقدان و عالمان بزرگ اروپا بودند که رو به تاجیکستان خردکک و تا اندازه کمبغل آوردن و معلوم بود که گپ نه در درآمد مالی برای ایشان بلکه برای روشن نمودن اقتدار تاجیکان در بنیاد صلح و صلح آفرینی. گپ در این که مسئله فلسفی که ایرژبیچکا بسیار خوب فلسفه خلقهای فارسی زبان میدانستن، خود فلسفه تاجیکان این فلسفه پیوند. جشن‌های نوروز برگزار می‌کردند در پراگ با خانم ییژی پنسووا و دوستان دیگر که اونجا مثلا 7 سین می‌ذاشتند و از همه دعوت می‌کردند و خیلی فعال بودند و خیلی علاقه داشتند به ادب و به آداب و سنون ما، از جمله نوروز براشون خیلی مهم بود. عشق و علاقه به تمدن فارسی نه تنها شامل کارهای اجتماعی این دانشمند گشته بلکه به جزء مهمی از زندگی خصوصیش تبدیل شده بود، تا جایی که به فرزندانش نیز نامهای شرقی گذاشته بود: لیلا، عایشه و زینت. اولین چیزی که به من بسیار تأثیرات خیلی عجیب گذاشت این محیط همون خانه بود. وقتی که در آمدن در همه جا یک نشانه را می‌دیدید، نشانه از تاجیکستان، نشانه از خراسان بزرگ، نشانه از ایران بزرگ و اونجا لباس‌های تاجیکی بود، کتاب‌های تاجیکی بود، کتاب‌های فارسی بود، اسباب‌های موسیقی مثلا مردم فارس نژاد بود و بسیار چیزی تأثیر بخش بود. از سوی دیگر خدمت‌های ماندگار بیچکا او را به شخصیت محبوب در تاجیکستان بدل کرده بود. منفرد لارنس، خاورشناس آلمانی و از دوستان بیچکا، در یکی از نوشته‌هایش به این محبوبیت دوستش اشاره نازکی کرده است. من دیدم که مردم تاجیکستان چقدر او را دوست دارند و به او احترام می‌گذارند. در کاخ باربد امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان اتفاقاً با ما بود و ناگهان برگشت و بیچکا را دید و در آغوش گرفت. دوستان تاجیکی او می‌دانستند که بیچکا چقدر برایشان عزیز و مهم است. من با کمال قناعتمندی ملاقات خود را با یکی از عالمان نامداریان مرحوم دکتر ایرژبیچکا شاگردی یان ریبکای بزرگ در خاطر دارم که او را اینجا با احترام داملا بیچکا می گفتند. هر دو این ابرمردین در امر آموختن و به دنیا معرفی نمودن زبان و ادبیات تاجیکان سهمی بزرگی دارند. ما البته خاطره آنها را پاس می داریم و کاری را که آغاز کردن ادامه دادنی است. این دانشمندی برجسته دکبر سال 2004 در سن 89 سالگی در پراگ درگذشت. قسمی از آثار و پایگانی ماندگار او به پژوهشگاه شرقشناسی چیخ و نیم دیگری به آثارخانه مردمی چیخ هدیه شد که به این وسیله در این آثارخانه گوشه تاجیکستان باز شد. بیچکا در برابر پژوهش آثار زیادی شاعر و نویسندگان تاجیک و همین طور تمام حوزه زبان فارسی را به چیخی برگردان و نشر کرده است. او سالهای آخر عمر رئیس انجمن دوستی چیخ با تاجیکستان، ایران و افغانستان بود. تاجیکستان در سال 1985
70 سالگی ایرجی بیچکا را در دوشنبه با حضور خود ایشان تجلیل کرده بود. با او جایزه ادبی به نام عینی را نیز تقدیم کرده بودند. اما اکنون در شهری که ایرجی بیچکا بارها به آن آمده و قسم زیادی آثارش را گرد آورده بود، یادواره از این دانشمند نیست. بیشتری صاحب نظران جانب دارند که به نامش کوچه یا مؤسسه فرهنگی گذاشته شود و افتخار دانشمندی که خود گفته بود: من اگر فرزند بیولوژی مردم چیخ باشم، فرزند معنوی تاجیکستانم.